هیچکی. چاق شد. نه بابا این لباس گشاده. چاق شده چیه؟ لباس گشاد پوشیدم. Welcome back رودی. سلامتی کجایی؟ من منزل نشستم دارم با شما صحبت میکنم، لایف میذارم. متولد چندی؟ متولد 1372. دیگه شما همه چیه منو میدونید دیگه، برای چی میپرسید متولد چندی؟ 50 بار گفتم این حرف. نمیدونم کیا هستن، بیارمشون بالا. چند نفر رو بیاریم بالا باز صحبت کنیم. ما رو گفتی هیچکی؟ چی؟ یعنی چی ما رو گفتی؟ ترانه خوندی؟ بله دارم میخونم، در حال تمرینشم. بایدن رئیس جمهور شد. حالا خوبه یا بده اگه اون بشه؟ من اصلا نمیدونم، ولی انقدر دیگه این روزا داغه توی اینستاگرام بحثش، همه جا میذارن دیگه. من کنجکاو شدم که ببینم که چی شده. دوست دارم. مرسی. من نمیتونم دوباره ببینم اینایی که تو لایونو. حالا من همینجوری اومدم بهتون سر بزنم، چون بهتون قول داده بودم که بیام لایو بذارم ساعت 11، ولی لایوم خراب شده الان. چشم حسودت کو. مرسی. اومدم یه ذره ببینمتون، نگاهتون کنم، ولی لایوم خراب شده. حالا من میرم خونتو نشون بده. آره یه ویدیو درست حسابی میذارم از خونم. این گمک حاضر کرده خانوم ریحان. غذا چی داریم؟ مرغ. تشکر داریم. میخوام بشینم غذا بخورم. مرغ درست کرده. بله خیلی بیحالم معلومه. Açayım mı bundan, ister misiniz? Evet istiyorum. نرو. آخه گوشیم باتری نداره، خیلی گوشینمه. یه دوغ خودش درست میکنه، خیلی خوشمزه است. خیلی ها، یعنی اصلا خیلی خوشمزه است. نرو باشه، نمیرم دیگه. حالا فعلا نرفتم که. منو بیار بالا. نمیشه آخه، چیز شده، نمیتونم ببینم چیزاتونو، ریکوستاتونو. لایوم چیز شد، خراب شد. باتری ندارم الان. واسم چیز اومد، نوتیفیکیشن اومد که شما باتری ندارید، 10% بیشتر باتری ندارید و لطف کنید زودتر گوشیتون رو بزنید به شارژ.
منو بیار بالا. واقعا بیارمت بالا حرف میزنی؟ الان میارم. با کی رل زدی؟ من فعلا قصد رل زدن ندارم، فعلا تنهاییمو دوست دارم. فعلا تو تنهایی خودم خیلی حال میده همه چیز. چی میخوری؟ مرغ درست کرده ریحان هانم. یکی گفته بود منو بیار بالا، پیداش نمیکنم، گم شد کامنتش. میخواستم بیارمش بالا. یکی دیگه نمیشه منو بیار بالا. خب باش بالا، ولی باید برم، گوشیم شارژ نداره. این خانمم که گفت منو بیار بالا نیست. گشنم بود الان فهمیدم. اون خانمه رو نتونستم بیارم بالا، اونا رو هم نمیتونم ببینم. امین فردین تو لایو نیست فکر کنم. من نمیتونم رکوستا رو ببینم، نمیتونم ببینم. بعد گوشی من باتری نداره. بعد وقتی اینجا همجور اومدم بهتون یه سر بزنم. دایرکت رو چک میکنیم بعضی وقتا. چرا تصویرتون سیاهه؟ میترسم و وقتی که چی شد؟ بعد ترکوند. زد ترکوند. ببخش. بینیت خیلی قشنگه. مرسی. ولی تصمیم دارم برم عمل کنم، برم بینیمو عمل کنم. چرا انقدر خوشگل شدی؟ مثلا موامو رنگ کردم تغییر کردم. نه ریحان کیه؟ ریحان هانم اینجا پیش من زندگی میکنه، غذا درست میکنه برام. دیگه ما اینیم دیگه. چی شده انقدر همتون بهم میگید خوشگل؟ چی شده واقعا انقدر؟ چیزی شده؟ واقعا انقدر خوشگل شدم؟ بینیمو خب الان افکت اینستا هم هست، انقدر پلنگ طور شده. ولی واقعا دوست دارم بینیمو عمل کنم. رنگ ما چه رنگیه؟ بیل میارم بالا. Tuz var mı? من کلن چیز ندارم، دوست دارم دماغم عمل کنم. ترس از عمل کردن دماغ ندارم، دوست دارم دماغم عمل کنم. این میلک نیست.
دوغه. رودی تو که ایرانی چرا ادا در میاری آخه؟ یه جوری حرف زن انگار نمیدونی دوغ چیه. ایرانی ها اصلی دوغه دیگه، میدونی که الکی خودتون از سمت اون را. این دوغه. لباتو دوباره ژل دادی؟ نه بابا، برای میگم این فیلتر اینستاست که گذاشتم، ژل نزدم که. همین فردین رو برو نیستش تو لایو، بعد منم نمیتونم ریکوستا رو ببینم. کلن به جای یه ذره دوغ، یه ذره شام خوردم با یه عالمه دوغ. دوغ خیلی دوست داری؟ وای من عاشق دوغم، واقعا عاشق دوغم. یعنی مثلا نوشابه و نمیدونم این چیزا نمیخورم، فقط دوغ میخورم با غذا، یا آب میخورم یا دوغ میخورم. خیلی دوغ دوست دارم، مثلا طعمش رو دوست دارم. بچه ها من برم دیگه، گوشیم الان خاموش میشه. سرگیجه میگیری زیاد بخوری؟ زیاد نمیخورم که، یه لیوان یعنی بدونه. این دوغ درست میکنه، میذاره تو این، درش هم میبنده، بعد میده من میخورم. خیلی حال میده. ولی لطفاً دیگه هیچ وقت راجب مسائلی که گذشت بیاین حرف نزنیم، واقعا بیاین حرف نزنیم، چون من واقعا مغزم میریزه به هم. شاید بیام مثلا تو لایو بگم و بخندم، بیام مثلا به شوخی مثلا حرفشو بزنم و بخندم، ولی واقعا وقتی لایو رو قطع میکنم میخوام برم بخوابم، انقدر مغزم میریزه به هم، انقدر مغزم میریزه به هم که دیگه خوابم نمیبره. اصلا انقدر انرژی بد به هم وارد میشه که دیگه خوابم نمیبره. بعد به زور میخوابونم خودم و بعد صبح که میشه بیدار میشم یعنی اصلا انگار تمام کشتی ها مثلا میگم خدا چرا. اصلا خیلی بیاین راجبش حرف نزنیم دیگه، حرف نزنیم، حداقل به من دیگه نگید. صبر اومد. خیلی حالم بد میشه راجع به مسائلی که گذشته الان توی این چند وقت میام حرف میزنم، خیلی میریزم بهم. لطفاً حرف نزنیم، راجع به چیزای گرف بزنیم، مثلا راجع به برنامه هایی که در آینده قرار داشته باشیم. من قراره یه موزیک براتون بخونم که این موزیک ترکیه، یعنی یه موزیک ترکی که خیلی دوستش داشتم و اومدم بازخونی کردم، چون خیلی موزیک اصلا حس به هم میداد موزیکه. اومدم بازخونیش کردم و خیلی هم میخوام قوی بخونمش و برای شما بذارم گوش بدیدش، بعد اون وقت نظرتون رو بهم بگید. اگه دوست داشتید و تشویقم کردید یه آهنگ خودم مینویسم به ایرانی میخونم. آره اینجوری. ولی همه چی بستگی به نظر شما داره. اگه شما دوست داشته باشید آهنگم و من میخونم، اگه دوست نداشته باشید دیگه نمیخونم. نه دروغ گفتم، بازم میخونم. آره تو رو خدا اینا که چرت و پرت میگن و بلاکش میکنم، من نمیبینم آخه. اگه میتونستم این ریکوستاتون رو ببینم یه چند نفر رو میآوردم بالا.
همه موهاتو بلوند کن. حالا من خواستم یه چند وقت این رنگی باشه، اینجاش فقط بلوند بشه، بعدش وقت میرم بلوند میکنم، تغییر میدم همیشه، یکم بخون. نه دیگه، میذارم برای سورپرایزی که دارم براتون، اونجا رو میکنم تا هممون گوش بدیم. ولی مطمئنم میتونم به بهترین شکلی که اونجوری که دوست دارم بخونمش، اینو مطمئنم. خونت کجاست؟ خونم، آدم خونه‌شو نمیگه کجاست که، میگه مگه. خب رودی میخوای بری پیوی با بچه ها صحبت کنی، اینجا صحبت نکنی؟ یه بار دیگه ببند دوباره لایو بذار. آخه باتری گوشیمم کمه، فقط بحث اون نیست، باتریمم کمه. بچه من دوست دارم، حالا بعدا راجع به این توضیح میدم، الان توضیح نمیدم راجبش، اینو نمیگم. این چیزی که الان خواستم بگم پشیمون شدم، نمیگم بعدا. روز لبت خرابه. آخه البته اینجوری پوست لبمو با دندونم کندم. کجایی؟ خونه یه مادر بزرگ 1000 تا قصه داره. الان که لای بزرگ من باتری ندارم، فکر کنم 2% 3% دیگه باتری داشته باشم خاموش میشه. ولی گوشتو بذار شاش. آخه نشستم پای میز، شارژرم اون وره، بعد منم که دوغ خوردم الان حال ندارم. من رودی اگه قول بدی ایرانی حرف بزنی میارم، چون من هنوز اونقدر انگلیسیم خوب نشده که بتونم باید حرف بزنم، ولی اگه قول بدی ایرانی حرف بزنی میارمت بالا. اگه ایرانی حرف بزنی اینجا بنویس آره ایرانی حرف میزنم، من میارمت بالا، قول میدم. کی پیشته؟ دوستان پیشمن، دوستای دخترم پیشمن. تو خوردی خمار شدی. خوابم میگیره و من عاشق خوابم. دوستم بچه گوشیم فکر کنم دیگه داره خاموش میشه چون داره گیر میکنه. بذار بزنم تو شارژ بیام پیشتون بشینم. شارژم تموم شد. شارژ نمیکنه چرا؟ آره آخه گوشیم رفت شارژ، راحت شدم. دوست داشتم یه هوی برم از پیشتون. خوش به حالت. چرا؟ چیکار کردی با نیر؟ جویدمش. آره ایرانی حرف زنم. نه من رودی رو گفتم باید بگم. چند سالته؟ من 27 سالمه. 27 و نیم. آفرین. گوشیمو زدم تو شارژ که بیام یه ذره پیشتون باشم. احساس میکنم فکر کنم یه هفته 2 هفته خیلی کم پیشتونم دیگه، بهتون رسیدگی نمیکنم، نمیام دایرکتتون چک کنم، ولی واقعا دارم یه کارایی انجام میدم. دارم یه کارایی انجام میدم که یه ذره سرم شلوغه، یعنی تا 1-2 هفته دیگه نتیجه کارامو میبینین. باید اونقدر قوی بشم که به بهترین شکل ممکن به اجرا بذارم چیزایی که برنامه دارم براش. وقتی که قوی شدم اون وقت نشونتون میدم. شاید 1-2 هفته دیگه طول بکشه، ولی
به بهترین شکل دیده میشه. تک فرزندی؟ بله. ضعیف شدی؟ آره خیلی لاغر شدم، نمیدونم چیکار کنم، خیلی لاغر شدم. فیت فیت آقای فردین هست تو لایو، میارمش بالا ولی چیز نکن، راجع به مسائل همینجوری حرف بزنیم. افشا سلام مفشا نکن. علیکم. سلام، حالتون خوبه؟ میگم حالت بیا خوب؟ افشاگری رو بذار کنار. خب خب تو لایو من میای من مغزم خراب میشه. یعنی اون شب که لایو گذاشتم کدوم شب؟ راجع به همون پری شبا لایو گذاشتیم، 2-3 شب پیش بود. کی بود؟ آره دو سه شب پشت هم. 120 دقیقه لایو گذاشتیم فکر کنم. نه 2-3 شب پشت هم. خب هی آره لایو آره. میذاشتیم، بعد هی راجع به این مسائلی که گذشت و این چیزا حرف میزنیم. بعد من شب که من این لایو میذارم مثلا میگم میخوانم، ولی واقعا شب که میرم تو تخت میخوام بخوابم خب خیلی مغزم درگیر میشه، انگار همه این انرژی ها میاد تو مغزم جمع آخه میشه میدونی دلیلش چی بود؟ و روانی میشم واقعا دلیلش موقع چی بود خواب. که گردن نمیگرفتی. الان که دیگه همه گردن گرفتن، شما هم حالا گردن. اصلا ولش کن، میگم بیا راجبش حرف نزنیم. خب خب فیتت با الان شما تتلو که میاد بیرون. چی؟ فیتت با تتلو اصلا همچین چیزی نیست. جدی؟ پس چرا آهنگ گادفادر رو گذاشتی؟ آهنگ گادفادر چه ربطی داره به این چیزی که شما گفتید الان؟ من پیش بینی بود گفتم شاید این باشه. شما فکر میکنید هر چیزی که پیش بینی میکنید درسته واقعا؟ والا شما دستی تو پیش بینی و ندارید، ما همجوری میگیم ببینیم درست در پس به میاد. شما من پیشنهاد میکنم هیچ وقت نرو پیش بینی کن، چون همیشه پیش بینیات اشتباه حالا من اضافه. از بایدن در میاد یا ترامپ تو امریکا به به نظر؟ نظرم بایدن، من دوست دارم بایدن بشه، نمیدونم چرا اصلا طرفدار اون شدم. همینجوری جدی الکی ها، الکی طرفدارش شدم. منم فکر میکنم بایدن بشه. حالا آخه حسم دیگه میگه ترامپ خیلی بوده به نظرم، یه ذره بره کنار یه نفر دیگه ببینیم چی میشه. شاید تحریما از روی ایران برداشته شد، نه اتفاق نمیافته. تازه همونجوری ادامه پیدا میکنه، یعنی هیچ والا فرقی نداره. هر کدومشون بیاد به نظر من اوضاع بدتر میشه ولی بهتر نمیشه. خب یعنی پس به ما واقعا چه؟ آره، یعنی واقعا بد. منیجرت چطوره؟ خب خوبه. شما به من بگو که آقا منیجرت رو به من بگرم کجاست شما منیجرت؟ به من بگو الان که چرا بگو انقدر مردم رو افشا میکنی؟ والا افشا کارمه دیگه، کارم افشا میکنم چقدر ولی خب حقوق میگیرید؟ من خودم حقوق میگیرم چون خودم برای خودم کار میکنم. خب چقدر درآمدتونه؟ به نظر خود چقدر درآمدم؟ من نمیدونم، من تا حالا من توی دست دیگه افشاگری نداشتم. نه افشاگری که نبوده. خب من چند تا کار انجام افشاگری که پول در نمیاد دستش. آها ولی راستی شما خب رفتین دکتر چیز بود؟ کرونا بود؟ والا کرونا نه، من والا شوخی کردم، کرونا نبود. من مقداری کمرم آسیب دیده، بعد آه. یه جراحی بکنم دیگه رفتم. احساس میکنم مثل هر شب انرژی ندارین که آره یه مقداری خیلی. اذیت بودم یه چند روزی. امروز دیگه رفتم دکتر معاینه کرد و دیگه احتمالاً یه چند روز دیگه ما رو روی تخت بیمارستان ببینید در حین ای جراحی. بابا خدا بد ولی نده. خوب دیگه آه و نفرین همتون ما رو گرفت. میگم هر شما اگه پس به خاطر همین یه شب گفتم بهتون، گفتم اگه میخواین که انرژی های خوب جذبتون بشه بیاین به جای افشاگری یه مدت خوب بقیه رو بگید، من دارم خوب استعداداشون رو بگید مثلا ببین. خب تو بعضی چیا خوبن تو چیا بدن، این عرض چیزاشون میکنم مثلا. به نکته خیلی خوبی اشاره کردی. بعضی استعداد دارن در دادن اطلاعات خوب، خب که ما سعی میکنیم که استعدادهای اونا رو که در دادن اطلاعات خوب دارن به مردم بگیم. خوبه یا بده به نظر شما؟ بده. اینجوری انرژی های بد جذبتون میشه، کمر درد میگیرین اینجوری. حالا خود چیز
خب نه دیگه، استعدادهاشونه، استعداد نه واقعا جدی میگم. مثلا آقا خب مگه مثلا نمیگه استعداد؟ هنرمندا رو به جای اینکه بیاین بگید آهای این با این بوده این با اون بوده وای نه برای چی تو این کارو کردی، الان ادا منو در ببرم چجوری در میاری؟ ادا منو در بیار. همینه دیگه، بگو همینجوری. چجوری؟ صدا منیجر میاد. آقای فردین مثلا بیاین به جای اینکه به خواننده ها هی بگید تو با این بودی تو با اون بودی، آقا اگه قرار بود این چیزا رو همه بدونن خودشون میمدن میگفتن دیگه. خب شاید به خاطر اینکه چیزا رو نمیان نباید بگن ما همه میایم بدونن. میگیم. خب چرا؟ شاید دلش نخواد زندگی شخصیشو کسی بدونه. آخه هر کسی ببین باید یه پرایوسی داشته باشه برای خودش دیگه، مگه این نیست؟ آفرین، چرا جمله شما خیلی میایین خوبی همه گفت. چی رو میگید؟ خب بازیگری که مثلا حالا بازیگر کلا آدمی که فیمس معروفه، حالا خواننده بازیگر، وقتی میاد همه چیز زندگیشو میریزه توی مجازی، اون دیگه خودش زندگیش کی فندک زد داشت سیگار روشن میکرد؟ نه هیچ کس نیست. مثلا منیجر سیگار بکشه کلامو میاد تو کلاه نه هم دیگه، سیگار نباید بکشه. و ارزم بزرگ وقتی همه چیز طرف میریزه تو مجازی، خب دیگه اون به نظر من زندگی شخصی نداره. خب از اون چیزی عروسی و رو فیلم که عروسی ریخته تو و مجازی، بذار من بگم اینو، اون چیزی رو که اون طرف ریخته تو مجازی دوست داشته فقط همون چیزا رو مردم بدونن. اگه قرار بود اونا رو هم بدونن اونا رو هم میریخت تو مجازی. خب حالا یه چیزی شما توی ترکیه که هستید میدونید که ترکیه یکی از معروف ترین برنامه هایی رو داره که پاپاراتزی انجام میده. یعنی مثلا میره توی زندگی بازیگرا پاپاراتزی، نمیدونم میدونی یعنی چی یا آره نه؟ میدونم همه این چیزا، ولی اونا الکیه به خدا، اینا الکی به خاطر اینکه بیننده جذب کنن این کارا رو میکنن، یعنی واقعیت نداره. نه ببین، خیلی از اتفاقات بزرگ دنیا هم توی سبک پاپاراتزی لو رفت که مثلا یکیشو من تو آلمان بهت بگم که مایکل شوماخر رو میشناسی؟ راننده اسمشو معروفه. شنیدم آره. آره مایکل شوماخر یه راننده خیلی معروف بود که میره فکر میکنم سوئیس کوهنوردی تو کوههای آلپ میخوره زمین، حالا متاسفانه مغزش آسیب میبینه و الان چند سال تو کما. همه فکر میکردن که توی بیمارستان بستری. یه خبرنگار پاپاراتزی خیر ندیده مثل خود من اومد لو داد که آقا این اصلا بیمارستان نیست، تو خونه خودشه، توی سویت شخصی خودشه. و یه عکس هم گرفت از پشت در اتاقش از بیرون، گفت اینم سیمای سرم و ایناش. از فرداش همه رفتن در خونه مایکل شوماخر یا همون میشه شوماخر یعنی و دروغ گفت؟ نه راست گفت، راست گفت، ولی مردم یعنی این اطلاعات رو افشا کرد دیگه و مردم دیگه افرادش رفتن در خونه مایکل مایکل. شوماخر. آره بعد میگن چراغ رو روشن کن، من اینجا چراغ هست. آره خیلی تاریکه. خیلی واقعا تاریکم. الان چی اینجوری بذار پس برم گوش کنم. موبایل هم افتاد. کلا بله خب الان داشتی بهتر شد. میگفت. الان گیرنده های عزیزم، آره دیگه به خاطر همین ما هم سعی میکنیم که بگیم دیگه، بگیم افراد چیکار میکنن اوکی چیکار نمیکنن. سوال بعدی، ولی به سوال نظرم من ازتون اجازه بگیرید ها، دیگه قرار بشه هر کسی اجازه بگیریم اگه صبح تا شب بعد راضی گفتم بودن مثلا بتونید. من خب پس یه کاری میکنیم. خب معمولا چون این آدمای معروفی هستن مدیر برنامه منیجر دارن، من میگم از شماره منیجراشون رو بگیریم ازشون اجازه بگیریم. مثلا در آره خصوص شما من میخوام اوکی. افشاگری کنم، شما شماره منیجرتون رو بدید من با ایشون صحبت بکنم. نه منیجر من فقط واسه من قراره کار کنه و هیچ خب وقت پس هم من چجوری کار اجازه نمیکنه. بگیرم الان در خصوص شما خواستم افشاگری خب کنم؟ شما با خود من در ارتباطی، الان تو لایو داریم هم حرف زنیم. اگه با کسی در اوکی. نبودی منه. آره دیگه شما الان داری با من تو لایو حرف میزنی رو در رو دیگه، به پس گفتم منیجرم چیکار داری؟ مثلا خواستم افشاگری کنم مستقیم بیام تو لایو افشاگری کنم دیگه. نه منیجر خب میتونی بهم بگی قبلش، یعنی میگم که نمیشه ما با باید در. منیجرتون هماهنگ بکنم شما دیگه زحمت نیافتی؟ نه منیجرم خیلی چیزه، از اوناست که هیچ رقمه با یه مردا فیلتر حرف زدی نمیزنه، خیلی چیزه. واقعا؟ آره از ایناست که خیلی ترشیش میخوای بندازی؟ ترشی افتاده منیجرم دیگه کارتی نداره. خب
بذار بریم یه مقدار. چرا اون روز استوری گذاشتی پاک کردی؟ برای اینکه دیدم استوری که گذاشتم و گفتم خیلی میام آره. میام ببین فروش چیز میدم و جالبی اینا. که من دیدم تو استوریاتو با فاصله 7 دقیقه 10 دقیقه میذاشتی، دیر آپلود میشد دیر یا چی؟ آپلود یه میشد. چیز. آره اینترنت هم ضعیف آه. بود. آره. خب بعد چرا پاک کردی استوری تو؟ برای اینکه یه 10 دقیقه موند، بعد یه لحظه یهو اومد تو سرم، گفتم آخه که چی، من همین جوری هم یهو مودم عوض میشه، مثلا خوبم یهو بد میشه، مثلا یهو میگم الان این کار خوبه، بعد 2 دقیقه بعد میگم نه بده. خب اصلا بعد اون که اون استوری رو گذاشتم اومدم گفتم به خودم که چی، من چرا اصلا مگه در حد من هستن چی چیزی من بخوام بیام راجع به یه نفر دیگه. واقعا من در حد شخصیت خودم نمیدونم و این کاری هم که کردم توی این چند وقت بوده لطفا کردم واقعا اشتباه بود. واسه همین میگم شب خوابم نمیبره، به خاطر همین که یه سری کارا رو برمیدارم میکنم اون لحظه بعدش پشیمون میشم. الان واقعا توی نقطم پشیمونم اصلا که من راجع به 4 نفر حرف زدم، واقعا بزرگترین فکر پشیمونم. میکنی که مثلا بزرگترین اشتباه 1 سال گذشته چی بوده؟ اشتباه 1 سال گذشته مثلا خیلی بهش نظرم فکر میکنی که ای کاش مثلا این کارو نمیکردم اون کارو نمیکردم. من هیچ کار اشتباهی به نظرم از نظر خودم نکردم، حالا شاید از نظر بقیه و کرده بعدش باشم. مثلا فهمیدی که اشتباه بوده. نمیدونم، نمیخوام مغز منو نبر توی این چیزا، ولش کن. آقا ساعت تموم شده. میخوام مثلا من میتونم بگم که مثلا بزرگترین اشتباه مثلا 1 سال گذشتم چی بوده. میخوام بگم که خودت فکر می‌کنی بزرگترین اشتباه 1 سال گذشته چی بوده. خب یه اشتباهایی داشتم ولی یادم نیست الان. الان حضور ذهن ندارم، یادم نمیاد. خب بهترین تصمیم 1 سال گذشته؟ بهترین تصمیمم شاید بهترینا بیشتر تو خاطرم بمونه، بذار فکر کنم. بهترین تصمیم گفتی؟ بهترین تصمیم 1، بهترین کاری که کردی 2. بهترین کاری که کردی تو 1 سال گذشته؟ آره 1 سال گذشته. خب من بهترین کاری که الان کردم تو 1 سال گذشته، من 1 هفته پیش 2 هفته پیش بهترین کاری کردم که رفتم کلاس آواز ثبت نام کردم. مشکوک میزنی مثلا خواننده بشی یا چرا؟ همینجوری به حال مشکوک میزنی؟ چرا؟ خب دلیل مشکوک زدنم چیه فکر میکنی؟ والا این روزا هر کی میخواد، منم خودم میخوام خواننده بشم، دلیلش هم کاملا شخصیه. آخه یه چیز بگم نه به خدا به خاطر اون نه، میدونی چرا؟ به خاطر اینکه من خیلی دوست داشتم، خب از اول خوندن، اصلا موقعی که ایرانم بودم خیلی دوست داشتم که خوانندگی کنم و اینا، ولی هیچ وقت شرایطش پیش نیومده. بعد خب توی زندگی هم بودم که خب دوست پسرم خواننده بود، میدیدم مثلا میخونه و اینا، بعد منم همیشه دوست داشتم این کار کنم. خب بالاخره رو آدم بابا تاثیر کجا دوست میذاره دیگه. داشتی؟ فیلم ها استودیوش هست که اون خب نه بنده اون موقع خدا داشت اعتماد به نفسم میخون، اعتماد اون به بنده نفسم خدا داشت گرفته میخون، میشد تو خوابیده ازم. بودی رو تخت میگفتی بابا سر منو بردی انقدر داری میخونی. من فیلمش کی هست. اینو واقعا نگفتم از خدایی. نگاه نافذه و نفوذت معلوم بود. نه به خدا اصلا همچین چیزی نیست. بعد من بارها 2-3 بارم تلاش کرده بودم تو زندگی، رفتم حتی وکالم گرفتم، استودیو هم رفتم، خوانندگی هم کردم، ولی پاک کردم پروژه رو کلا. چه انقدر حالم سمی بد. داشتی آهنگادا، یعنی چه میدونی سنگی. چرا؟ چون احساس میکردم اون لحظه اصلا خوب نبود. ولی پریروز من رفتم استودیو که تمرین کنم تو استودیو، امروز صدای کجا خودم رفته بشنوم. بودی؟ امروز کجا امروز رفته بودی؟ رفتم کلیپ بگیرم سر فیلم گروه برداری. گروه فیلم برداری. خب با کی؟ شما قاضی این اینستاگرامی؟ نه من کجا، نه میخوام با کی بود. بازپرسی؟ با یه آقا گفتی اکیپ فیلم سوال از برداری. خودم بپرس تو لایف، الان دارم از خودت تو لایف میپرسم با آخه کی. با کی و کجا و یه جوری میگین انگار کجا؟ مثلا کجا رفته بودی.
خب من یکم خب هیجانی سوال بپرسم لو بدی. نه یه خب جوری میگین آدم به خودش شک میکنه، مثلا از یکی اینجوری سوال کنه میگه خب لابد من کاری کردم این داره اینجوری بهم میگه، یه چیزی لابد میدونه از من خودم نمیدونم. نه اینجوری میگم که خودت بگیری سر کردم. آره یه دستی میزنی. ولی بهترین کاری که کردم توی 1 سال گذشته این بود که 2 هفته پیش رفتم کلاس آواز ثبت نام کردم بعد و ظرف دارم تلاش میکنم واسه چیزی که خیلی دوست داشتم ولی هیچ وقت اعتماد به نفسش نداشتم، یا هر موقع صدای خودم رو میشنیدم اذیت میشدم، فوبیا میگرفتم. ولی الان دارم روی اون فوبیا، اون ترسم کار میکنم، میدونی دارم روی اون کار میکنم که بتونم شاید خوب شم، شاید ستاره شدم، خدا رو چه. حالا یه چیزی بگم، 90% آدم‌های روی کره زمین وقتی که صدای خودشون رو ضبط میکنن و میشنون از صدای خودشون بدشون میاد و میگن این چرا؟ چیزی. علت اینه که نمیدونم، شاید خیلی از مردم هم اینو براشون جالب باشه که از صدای ضبط شده خودشون بدشون میاد. مثلا میاد توی آره جمعیه که وایسشون رو پلی میکنه یه حسی بده، میگه چه صدای بدی دارم من. به خاطر اینکه شما وقتی حرف میزنی صدا رو آنالوگ میشنوی. وقتی من با شما دارم حرف میزنم رو در رو آنالوگ میشنویم صدا رو. وقتی صدا ضبط میشه و پلی میشه شما صدای خودت رو دیجیتال میشنوی، یعنی 0 و 1 بله صدای خودت رو میشنوی و به خاطر همین صدای خودت رو متفاوت میشه. فرمولش همینه که اگه میخوای بفهمی چجوری صدای خودت رو داری میشه، یه 2 تا کارتون، یه دونه این ور بذار یه دونه این ور، اینجوری بذار، بعد حرف بزن، دقیقا صدات همون صدایی میشه که داره ضبط میشه. اینترنتتون اینم ضعیف میشه. فکر الان خوبه کنم. الان خوبه الان خوبه اوکی. خب خدا رو شکر. اوکی گفتم ولی فکر میکنم. من بهترین تصمیمم این بوده که خب پس دارم خواننده شدی ترسی که دیگه. داشتم از صدای خودم دارم روی اون کار میکنم. چه سمی. اسم آهنگم نمیگی چیه؟ نه آخه یه آهنگ ترکیه، یا آهنگ ترکی که خیلی کی خودم میاد بیرون؟ چی؟ کی میاد بیرون؟ فکر کنم 5-6 روز دیگه میرم ضبط کنم، یعنی توی این 5-6 روز هنوز کلاس دارم، بعد کلاسامو برم، کلاسم که تموم بشه بعد میتونم آقا من اونو یه کامنت بخونم. اینجا خوندم بذار نوشته که داری مخ میزنی. آقا من دوست دختر دارم، خواهشاً در جریان باشید، به خدا اصلا این حرفا نیست. نه دیگه آقای فرزین قاضی اینستاگرام تو همه لایو میره بازجویی میکنه دیگه، ما هم بابا همینجور برای چرا فانی میاریمش بالا. چی؟ من بازجویی میکنم؟ 2 تا سوال بپرسم چیز بس. نه ولش کن تو رو خدا ولش کن. بیا آقا تو یه همین خیلی حرف میزنی من بحث مجبورم از شیرینیه. خودم دفاع وایسا بکنم بعد وایسا چیز بحث میکنی. شیرینیه الان همین که راجع به موزیک و اینا. هدف صحبت کردن مردم واقعا خوبه به نظرم. خودت فکر میکنی موفق میشی یا نه توی خوانندگی؟ حس میکنم خیلی موفق میشم. صدای خودت رو چجور میبینی؟ ببین من یه بار رفتم استودیو، خب خیلی وقت پیش، فکر کنم 1 سال پیش، خب رفتم استودیو یه موزیک خوندم، ایرانی بود موزیکه، بعد صدای خودم رو که شنیدم داشتم جیغ میزدم، میگفتم آخه واقعا چرا من باید صدام اینجوری باشه، گفتم کل پروژه رو پاک کنید. بعد من اون ترس رو داشتم همیشه که صدای خودم رو دیگه نشنوم تو خوانندگی، میترسیدم. ولی توی این 2 هفته‌ای که دارم میرم کلاس، خب پریروز رفتم استودیو و صدای خودم رو دوباره شنیدم. یعنی توی 2 هفته شما آهنگ خوندی؟ آهنگ نخوندم، دارم کلاس میرم تمرین میکنم. خب گفتی رفتی موزیک ویدیو اینا هم گرفتی دیگه با این صورت. نه موزیک ویدیو یه چیز دیگه است اصلا، چرا قیمه ها رو میریزی تو آسمون؟ نه من موزیک فکر کردم ویدیو هم یه آهنگ چیز دیگه بود. خودته. نه اون یه چیز دیگه بود کنه. من فکر بعد کردم رفتم واسه تمرین استودیو که پای میکروفون یعنی تمرین کنم که اون ترس، یعنی معلمم گفت باید پای میکروفون تمرین کنی که ترست بریزه. بعد من رفتم کار کردم، صدامو که گذاشت گوش دادم واقعا اصلا بدم نمیومد از صدام، یعنی احساس میکردم خیلی خوب خوندم. حالا یه تیکه نمیخونی برامون واقعا؟ نه فقط به بهترین شکل به اجرا میذارم همه چیزو. ولی یه ذره بخون بچه‌ها، ترست میریزه بین 50,000 نفر آدم باشه بخونی. بذار حرفه‌ای بشم، آره حتما این کارو میکنم. الان ببین اگه یه تیکه بخونی وایرال میشه، بعد ما میگیم که از چه نابودی به چه وایسا پروفشنالی شما خودت رسیدی. قصد داری خواننده بشی؟ خواننده آره شدیدن.
خیلی شدید دارم دنبالش میکنم، ولی هنوز کلاس‌ها رو نرفتم. انگیزم هم کاملا شخصیه. آره من میدونم انگیزتون چیه. انگیزم چیه؟ میدونم همون والا برج ترامپ دارید شما توی ترکیه، تو استانبول؟ نمیدونم ترامپ ندارید تو استانبول برج؟ نمیدونم ندیدم یعنی من نشنیدم. خلاصه ولی من فکر میکنم چرا؟ توی این انتخابات امریکا دنیا بی ترامپ نمیشه واقعا. حسن باید حتما اونجا بیام یه آبجویی بزنیم تو منطقه بایدن و اینا. ولی خب عرضم به حضور شما که حالا انگیزه من چیه به نظرتون؟ من احساس میکنم شما انگیزتون اینه که فقط پس و پوته دیگران رو بریزید رو. پت و پوته؟ پوته یعنی چی؟ نمیدونم این یه اصطلاح بود به کار بردم. حس میکنم تمام پته مته میگن، ولی انگیزتون رو جمع کردید این کارو بکنید. پته مته رو میدونستم، پته پوته رو پته نمیدونستم. ولی مته نه، پس و ولی پوته. حالا پوته هم جدیده. ولی داستان اینه که حالا به نظر من خواننده خوبی میشم. یه ذره میخواین شما بخونید ببینیم که من فقط به بهترین شکل و نحو ممکن اجرا نه میکنم. ببین این حرف منه. اگه ممکنه ولی شما یکم بخونید من ببینم میخوام شما رپر بشم. خب از یه اینایی که ذره میخونی برامون یه ذره یکم خیلی وایرال میشه ها یه ذره بخون بخونم. از اونا که هی میفرستی میگی نگاه 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 از اونا میشه یه ذره بخون. کی منم امین. نخند جدی. همون دیگه، کی منم توی اول تیتراژم هست. کی منم تویی، منم و تو نه دیگه این. بگو اسم خودتو بگو. خب بچه اینو بعدش بری حتما آماده. ذخیره کنید. اینجوری شد. خب باشه، بذار شعرم اینو آماده حتما بکنم ذخیره کنید. و ولی به نظر شما اصلا خواننده نشو چون استعداد نداری. ببین رفتم تمرین کردم تو استودیو، نشون میدم من بدون سند صحبت نمی کنم. اینها ببینم. اسم آلبومم هم دنیاست، جهان منظورمه. خب ببین خب صداتون هم بذارید گوش بدیم میخواد. نه دیگه صدا که اینها میبینی آره رفتم تمرین که همه چی با سند ما داریم. ولی بذار آهنگ تکمیل بشه بیاد آلبومشو میدم بیرون. حالا بین دو تا پس اسم شما موندم. واقعا میخوان خواننده شین. آره دیگه بین دو تا الان اسم موندم، یا بذارم جهان یا بذارم دنیا. اسم آلبومم ترامپه. خب ترامپ چه ربطی به جهان و دنیا داره الان؟ خب هم منظورم به بزرگی و ایناست دیگه. ولی به نظر من فکر میکنم یه ربطی داره دیگه. 8 تا هم آهنگ توش هست. انشالله که موفق باشید. من واسهتون آرزوی بعد موفقیت آره می‌کنم. و 8 تا آهنگش هر آهنگش به اسم یه نفره. اولیش دنیاه، خب دومیش پویانه، سومیش ریحونه، چهارمیش نیلیه، نه اصلا قبول نیست. من یا باید پنجمیش. اول باشم یا چهارم برای خود. اصلا اسم من لطفا استفاده نکن. من راضی آقا نیستم. اسم تو نیست که، اسم راضی آهنگه. نیستم. منو بعد اول میذاشتی چون خب نه اسم اول شبیه دنیا. من اول می‌گفتی. و حال یه فول آلبومی وگرنه هستش که اجازه انشالله نمیدم. یه فول آلبومی هستش که میاد بیرون و سوپر کلا مگا جواب مجازی آلبوم آره جواب مجازی میخواد بزن. آره ولی خب واقعا آهنگی هستش که میتره کنه. اینا رفتم ویدیوشو ضبط کردم، بذار ببینم خودم توش هستم. به زودی ایشالا پخش میشه این آهنگ. اینا نگاه کن چه با احساس. آها واقعا میخواین این کارو بکنی؟ بابا اینا دارم میخونم اسم دیگه. همه رو هم میارین؟ آره رپ همه رو توش گفتم. همه رو دیس میخواین کنین توی این حالا آهنگ؟ اون دیس و سینی و اینا که میذارن توشو نمیدونم، ولی آره یه دونه رپ 4-5 دقیقه‌ای خیلی خسته است.
خب که مطمئنا میتره کنه و میاد بیرون. امیدوارم استقبال بکنن دوستان از این موضوع. آره اگه به نفع من خونده باشین من شیرش میکنم. اوه 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 اوه. اتفاقی افتاد. خب چی؟ واقعا نه، به نفعش رو دیس کردم دیگه همه رو توش. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد اتفاق یه دایرکت اومد، من داشتم میخوندم. درش حالا کن. خیلی عجیب بود دایرکت و اینا. آها راستی اون اسکرین شات رو که فرستاده بودین خیلی چی بود راستی داستان اسکرین شات ها؟ شما برای من فرستادید، من که اصلا در جریان نبودم. گفتین رکورد داره، اسکرین رکورد آره داره. طرف اسکرین رکورد گرفته بود و اینا. خب چیزی بود؟ یعنی چیزی بود که ثابت کنه قضیه رو؟ نه چیز چیزی خاصی نبود. الکیه؟ نه چیز خاصی نبود و خود نمیدونم دیگه. نه چیز خاصی نبود. تو بذار این نوشته که هر کی امیدی بپرس مثل دفعه قبل دعواش دوباره برمیگرده یا نه. نه چرا؟ تصمیممو گرفتم چون البته پویان دیروز تو یکم دعوا بندازم. پویان دیروز تو لایوش میگفتش که نمیدونم چیزو دیدی یا نه، اون تیزری که گذاشته بودم، آخرین تیزری که تو پیجم گذاشتم که قطعا دیدی چون لایک کردی دیگه اینا. خب گفته بود که من خسته شدم، منم توی رابطه خسته شدم و اینا، به خاطر همین. من ندیدم اینجا شد، نمیدونم شاید همجوری لایک کردم، اینو ندیدم. نه تیکه آخرش میگفتش که منم خسته شده بودم تو رابطه، من خسته شده بودم و دیگه اینا. بالاخره ممکنه همه اینو پیش بیاد. حالا کی خسته شده بود؟ من نمیدونم، من از خستگی آدما خبر ندارم، ولی مهم اینه که من تصمیممو گرفتم و شاید توی این 3 سال هیچ وقت تو این شرایطی که الان هستم نبودم، هیچ وقت نبودم. مستقل، آزادی، دختری که خودش واسه خودش هست الان و هیچکی پشتش نیست و فقط خودشه و خودش. هیچ وقت اینجوری نبودم و الان که این حس رو تجربه کردم ترسم از خیلی چیزا ریخت. فهمیدم که خودم تنهایی خیلی شاید بیشتر حالم خوب باشه، بهترم میتونم زندگی کردن رو یاد بگیرم. اینو تجربه خوبی بود برام. آینده هم که میخوای خواننده بشی دیگه. میخوام هدفامو دنبال کنم، فقط میخوام دنبال هدفام باشم و فقط انرژیمو واسه خودم بذارم. یعنی اون انرژی که شاید صرف زندگی میکردم و خودم رو فراموش کرده بودم دیگه، الان فقط میخوام اون انرژی رو صرف خودم کنم. حس میکنم اینجوری خیلی به خودم بیشتر لطف کی میکنم. میخوای شالا بری تو رابطه دوباره؟ من با شاید پویان؟ اصلا اگر 1% من بخوام برم تو رابطه هیچ وقت مجازی نمی کنم من رابطمو، هیچ وقت. یعنی هیچ وقت هیچ کسی هیچ آدمی رو به غیر از اون آدمی که قبل تو زندگی من بود دوباره با یعنی من میخوای هیچ وقت پنهان تو نگرش داری مجازی که نمیبینم. کسی شاید نفهمه؟ چی؟ میخوای پنهان نگرش داری که کسی نفهمه؟ آخه لزومی نداره. من شاید مثل خیلی دیگه دوست نداشته باشم، یعنی خیلی شاید بیان هر دقیقه رابطه‌هاشون رو مجازی کنن اینا، ولی من اینجوری دوست ندارم. خب من وقتی نگاه میکنم شاید میدونی فکرم عوض میشه راجع به اون شخصی که میاد هر دقیقه رابطه‌ش رو میذاره همه میبینن اینا. من اینجوری نیستم. من همون جوری که با یکی بودم مجازی بود همه چیز دیگه، همه چیز فقط مجازی بود یعنی واقعی نبود؟ نه یعنی که تو مجازی نشون داده شد واقعی بود، ولی تو مجازی نشون شد. من هیچ وقت دیگه هیچ رابطه ای رو وارد مجازی نمی‌کنم، چون پیشنهادت دوست به ندارم. جوانهای دیگه چیه که مثلا بخوام مثل راه تو رو برن اینجوری معروف بشن، فالوور بگیرن؟ حالا اگه برمیگشتی به 2 سال پیش باز هم این کار رو میکردی؟ چیکار؟ مثلا اینجوری مثلا تو مجازی میومدی شو میکردی این کارا رو میکردی؟ آره
میکردم بازم. به جوانهای همسن و سال خودت هم میگی که این کارو بکنن پس؟ آخه باید راه و بلد باشن. راه و بلد نباشن که فقط خودشونو خراب میکنن. باید راه و بلد باشن دیگه. چیکار کنن؟ نه توصیه نمیکنم هر کی راه و بلده این کارو بکنه. واسه راه و بلد باشه میتونه کارو در بیاره. چی؟ هر کی راه و بلد باشه میتونه کارو در بیاره، مثل شما معروف بشه. خب چیه مگه معروفیت چیز بدیه؟ بعد خیلی راهی که دوست شما دارم. رفتید سخت بود یا آسون بود؟ سخت بود، خدایی سخت. چقدر؟ خیلی سخت بود. فحش بود توش، همش فحش بود. به الان نیست خانواده‌مون توهین واقعا؟ میکردن. الان آره هم من هست واقعا ولی خودم به خانواده رو که آره متاسفم. یعنی خیلی چیزا شاید یه صفحه اینستاگرام هر آدمی که یه ظرف حتی اگه هنرمند باشه، حتی اگه اصلا فقط از طریق اینستاگرام معروف شده باشه، فوشو میدن. اصلا این واسه همه آدم ها هست. یعنی و این فوش شدنشون خیلی بده دیگه. راه سختیه کلا واسه هر کسی که میخواد بره. امیدوارم که راه ما دیگه سخت تر از این نشه. هر روز اتفاقات عجیب و غریب میفته و اتفاقات خوبی میفته. در صورت و اینم برمیگرده تو زندگی خودشونا. آره من که دیگه داره موهامم میریزه دیگه، اینقدر افشاگری کردم کرکوپر و موهام ریخت. شما میتونید به مو بکارید به نظرم. واقعا نه فعلا خوبه، همینجوری میخوام کامل بریزی کچل کنم. کچلا خانم خوشحال بچه ها بعد راضی باشن دیگه. آره بعد اول مشورت بگیرم ببینم چی میگه. در صورت مرسی نیلی جا من آوردی بالا. خواهش میکنم. ممنونم. دوستان ما رو فالو کنید دیگه. ببین این بحثا همیشه خوبه. همیشه انرژی خوب به آدم میده. حالا امشب خودم یه مقدار کم حوصله بودم و بی‌حال بودم. یه شب لطفا همیشه اینجوری کم هم حوصله کم حوصله باشم. همیشه همینجوری باشی چون واقعا خیلی خوبه. خب خدا رو شکر. امیدوارم که مرسی. حالا احوالت خوب باشه، همیشه پر از اتفاقات خوب مرسی. باشی. سلام تشکر برسون میکنم. برام. بچه مرسی هم اصلا. سلام حتما برسونی. بزرگیتون رو شبتون برسونم. بخیر. مرسی. خدافظ. خدا. خب بچه ها شیرینی از زندگی. خب یکی رو بیارم بالا. کاش میتونستم ببینم. من قرار بودم 1 دقیقه لایو بذارم برم، الان 1 ساعت تو لایوم. یه دختری هست که من خیلی نگاه میکنم پیجشو. یه پیج داره خیلی مطالب پیجشو دوست دارم. گاهی هم شیر میکنم. الان بهش ریکوست دادم بیاد بالا ولی رد کرد. فکر کنم آمادگی نداشت، دوست نداشت ما ببینیمش. من یه کامنت میذاشت گفتم بیارمش بالا. خب بچه ها فکر کنم دیگه وقت رفتنه. به فکر نیلی به آیندت فکر کن. من واقعا دیگه این به بعد فقط به آیندم فکر میکنم. فقط به آیندم فکر میکنم. بچه من دیگه برم یکم استراحت کنم، دوباره یه ذره به آیندم فکر کنم، بعد دوباره حالا خواسته داشتم این مرتبه بذارم با صحبت میکنم، یه عالم انرژی مثبت بهتون میدم، یه عالم انرژی مثبت ازتون میگیرم. خیلی هم دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. واسهتون استوری میذارم تا 1 رو 20 دقیقه دیگه استوریامو ببینید. خدافظ.